سلام علیکم. به به، علیکم السلام. حبیب خان، هنوز گذرتون به قبرستون نیفتاده؟ تا دیر نشده بجنبیدا. خب گرفتار بودم، هنوز فرصت نکردم. تا پشیمون نشده باید از فرصت استفاده کرد. توکل به خدا تا ببینیم قسمت چی باشه. بسیار خوب، فعلا با اجازتون. خدا سلامت. خدا. خوش آمدی. خیره، ایشالله به سلامتی. به این زودی ها قصد مردن داری؟ البته هرچی خدا بخواد همون میشه، اما اگر به من باشه حالا تصمیم به مردن ندارم. پس بوی حلوای مفت به دماغت خورده حبیب خان. نقل این حرفا نیست برادر. مدتی بهلول تو قبرستون نشسته و به هر کس به فراخور حالش پندی میده. گفتم تا پشیمون نشده برای رونق کسب و کارم باهاش یه مشورتی بکنم. با بهلول دیوونه؟ دیوونه نیست. به حق چیزایی نشنیده، اصلا شما بعیده. ای بابا، تو این شهر دیگه نمیشه عاقل و دیوونه رو از هم تشخیص داد. بارو یه چیزی میخوام ازت بپرسم. راجش میخوام بپرسم که آقا وایسا عقب، چرا کلت میاری جلو؟ بارو میگن تو واسه هر مشکلی یه راهی بلدی. بخوای به چه راهی بری؟ راه دوری نیست، راه انجام گناه. چند وقتی میل شدیدی به گناه کردن در من بیدار شده و وسوسه گناه داره دیوونم. چجور گناهی هست؟ باشه تو چه فرقی میکنه؟ گناه صغیره و کبیره با هم فرق میکنه. حالا تو کبیره فرض کن، گناه بزرگ. برای انجام اون روزی که رزق خدا رو نخوردی، برای خروج از ملک خدا حرکت کن. هر وقت به بیرون از ملک خدا رسیدی با خیال راحت گناه کن. نفر بعد. ای بابا، ملک خدا برم بیرون. ملک خدا همش که ملک خداست که من تو کجا باید برم؟ من شاعری چیره دستم که به خاطر ظرافت و لطف لفظ سراب از آن در اشعارم زیاد استفاده کردم، اما معنیشون نمیدونم. میتونی سرابو برام چنان تعریف کنی که بتونم به خوبی در باب اون داد سخن بدم؟ سخته، خیلی سخته. یعنی معناش اینقدر دشواره بهلول؟ معناش دشوار نیست، فهماندن اون به تو سخته. حالا تو تلاشتو بکن، انشاءالله متوجه میشم. تشنه ای رو در بیابانی بی آب و علف و گرم و سوزان مجسم کن. کردم. حالا در مسافتی دورتر از آن تشنه، زیر آفتاب که بر پهنه دشت می درخشه، چشمه آب گوارایی رو تجسم کن. مجسم کردم. حالا اون تشنه به امید سیراب شدن از آب چشمه شتابان به آن سو میره، اما چون میرسه میفهمه که اون چه که دیده حقیقت نداره و چشمه زلالی که تصور کرده جز شنزاری سوزان نیست که شعاع خورشید و انعکاس آسمون اونو پدید آورده. فهمیدی؟ نه، اینی که گفتی از عجایبه و تو مغز من نمی گنجه. یه مثال دیگه بزن. فرض کن من جایی وایسادم و دلم از تنهایی سخت گرفته و مشتاق دیدار یک انسانم. خب یک دفعه از دور کسی پدیدار میشه و به سمت من میاد. من خوشحال میشم که انسانی که مشتاق دیدار و مصاحبتش بودم پیدا شده و منو از تنهایی و دلتنگی رهانیده. خب اما صد افسوس که وقتی نزدیک میشه میبینم انسان نیست. پس کیه بهلول؟ تویی. حالا فهمیدی؟ نه. بیشک تو سرابی هستی که بر من آشکار شده.
منظورت چیه؟ از پیش چشم من دور شو. فهمیدم. میبینم که دستت رو شده و پندهای بی مصرف درد هیچ کس رو درمان نکرده. درد تو چی بود که درمان نشده؟ چند روز پیش به من نگفتی که سحرخیز باش تا کامروا باشی؟ هنوزم میگم. 3 روزه که پیش از سحر از رخت خواب میزنم بیرون، اما از کامروایی هیچ خبری نیست. مشکل تو اینه که از رخت خواب بلند میشی، نه از خواب. یعنی چی؟ فرق این دوتا چیه؟ هر وقت که فرق این دوتا رو فهمیدی، کامروایی خودش میاد پیش تو. برو و سعی کن که از خواب بیدار بشی. بهلول، من چی کار کنم که پدر مرحومم رو ببینم؟ برای چی میخوای ببینیش؟ دلم براش تنگ شده، میخوام حالش رو بپرسم. به زودی میمیری، میارنت اینجا میبینی. پس من میرم بمیرم باز برمیگردم. پند من امروز به تو اینه که حرف نزن. فایده این پند برای اطرافیانت بیشتره تا تو. سلام بهلول. تاجر ورشکسته ای؟ نه، به لطف خدا روزگارم بد نیست. حجره‌ای دارم که به تناسب فصل و میل مشتری چیزهایی در آن میفروشم و روزی میخورم. الان حجره‌ام خالیه. گفتم برای پر کردن اون بیام با تو مشورت کنم. هوای بغداد از این هم گرمتر میشه و طبیبان بیماران رو به مصرف هندوانه که حرارت بدن رو کم میکنه و زردی رو از بین میبره بسیار توصیه خواهم کرد. از راهنماییت ممنونم. کاسب حبیب خداست. ممنونم بهلول. خدا حافظ. به سلامت. نیومده؟ نه نیومده. بله خب میبینم مغازش هم بسته است. سابقه نداشت تا این وقت صبح حجرش بسته بمونه. بله البته اگه خودش هم نمیومد شاگردش در حجره رو باز میکرد. آره. نیومده؟ شاید مریض شده. آخه اونم آدم دیگه. البته تو این بازار تنها کسی که در آدم بودن شکی نیست همین حیباقاست. آهای پسر، از صبح تو پستو چی کار میکنی؟ بیا که من اینجا از گرما هلاک شدم. اومدم موسا، اومدم. همون مگه به رو خودت نیاری؟ حالا تا کی میخوای منتظر بمونی؟ تا وقتی که بیاد. ای پسر برو ببین آقایون چی میخوان. از تو چیزی نمیخوام. آخه تو حجره اون چی هست که اینجا من ندارم؟ بهش بگو که چی نداری؟ خلق خوش و البته انصاف. حالا که انقدر احمقین که سکه هاتون رو بابت خلق خوش میدین، اونقدر بمونین که زیر پاتون علف سبز شه. من جوابشو بدم یا شما میدی؟ به قول بهلول جواب ابلهان خاموشیست برادر من. بله. خبرای جدید رو شنیدین خاتون؟ نه چه خبره؟ میگن بهلول تو قبرستون نشسته و به مردم پند میده. راست میگی؟ هر جا پا میذاری صحبت از همین موضوعه. پیر و جوون دسته دسته راه افتادن رفتن قبرستون که پند بگیرن. یکی نیست به این دیوونه بگه حالا چرا تو قبرستون؟
میگم ما بریم و یه پندی بگیریم. نه نمیذارم، این بار دیگه نمیذارم قبل از من بریم پیش بهلول. هنوز بهشتی رو که به تو فروخت و به من نداد یادم نرفته. ولی هر آدمی میتونه با عمل صالح برای خودش بهشت بسازه. بله، برای بهشتی که من بسازم با بهشتی که تو بسازی خیلی فرق داره خانم. این بار من قبل از تو باید اونو ببینم. بله. چنان سیرم از علم تو حاکما که آهوی تشنه خورد چشمه ای، به چشمی که آبش روان گشته است، ز علمی که برچیده از خر منی. نه خرمنی. خب این که خواندی شعر بود؟ پس چی بود؟ اگه فکر میکنی حاکم اینو نمیپسنده قصیده دیگه نه همین که خوندی خوبه. پس خوبه. اگه بخوای در خور شاعری چون تو پندی کارآمد دارم. خب گفتی عازم زیارت کعبه هستی؟ اگه خدا قبول کنه بله. خدا قبول میکنه به شرطی که دیوان اشعارتم ببری و در آب زمزم بشویی و از شعر و شاعری توبه کنی. وگه من دیوونم بهلول؟ اگه عاقل بودی برای تو بهترین پند بود. مشکل تو چیه پدر جان؟ میخوام بدونم چه وقت برای خوردن طعام مناسبه. برای تو هر وقت که پیدا کنی. بله. بهلول، میبینم که سر خودتو گرم کردی. انگار تعداد زیادی گوش بیکار دور خودت جمع کردی. اگه گوش شنوایی پیدا بشه، اگه پندت خوب باشه و به کار بیاد گوش شنوام پیدا میشه. بله درسته. ارزش پند به شنونده اونه. پس پندی بده در خور شنونده چون من. قبل از انجام هر کار و زدن هر حرف فکر عاقبتشو بکن. پند خوبی بود اما مثل بقیه پندیاتت به کار دنیا نمیاد. اما من سوالی دارم که جواب اون مشکل فردامو حل میکنه. ما همه میدونیم بزرگترین جانور آب نهنگه. من میخوام بدونم بزرگترین جانور خشکی کدوم جانوره؟ کدوم جانور جرأت داره که خودشو بزرگتر از حضرت حاکم بدونه؟ انگار داره میاد. تو هندونه هایم آورده. خوب شد وایسادی. دست درد کن حیوان. خسته نباشی. سلامت. میبینم که کار کاسبید رونق گرفته. خدا رو شکر. این بار هندونه حاصل مشورت با دیوانگان بغداده. سفارش بهلوله که از من تو عاقل تره. اگه به جای تو بودم چند بار بیشتر میخریدم. گرمای بغداد هنوز شروع نشده. میتونی اونا رو به چند برابر قیمت بفروشی. میوه لطیف همسایه. میترسم گرمای هوا خرابشون کنه. تجارت دل بزرگ میخواد. البته همینطوره که شما میفرمایید. آی پسر، به کاروانسرا برو و هر چند تا بار هندونه که به بغداد اومده بخر و شبونه تو پستوی حجره مخفی کن. اما ما که هنوز قبلی ها رو نفروختیم اوستا. ساکت. اگه میخوای رموز تجارت رو یاد بگیری فقط گوش کن بچه.
میبینم که پند بهلول شما رو به فکر واداشته. بله درسته. میتونم بپرسم اون چه پندی به شما داد؟ البته که میتونی، ولی راستش یادم نمیاد چی گفت. سلام علیکم. علیکم السلام. حبیب شمایی؟ بله بفرمایید. هندونه میخواستم. شرمنده برادر، هرچی داشتم فروختم رفت. تو بازار نشونی شما رو دادن، گفتن اگه کسی هندونه داشته باشه فقط شمایی. شاگردم رو برای خرید فرستادم، اما انگار یکی هرچه هندونه تو بازار بوده یه جا خریده، ما هم نتونستیم بیاریم. حالا نوبت منه. آهای پسر. بله اوستا. هندونه ها رو وردار بیار اینجا جلوی چشم خلق الله. حالا به 2 برابر قیمت میفروشم. پس چی شد؟ چرا نمیاری پسر؟ گند زدی اوسا، بیچاره شدی. آخه برای چی؟ هندونه ها گندیده اوسا. ای جان بر من. آهای بهلول، تمام خسارتی رو که به من زدی با سودش یکجا از تو مردک دیوونه میگیرم، تا تو باشی که پند بی مصرف به مردم ندی. یادم نمیاد به تو پندی داده باشم. من به سفارش تو حجرمو از هندونه پر کردم، ولی همه اونا تو گرمای بغداد گندید. من به تو چنین سفارشی کردم؟ من یا همسایم چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه. اگر پند میخواستی باید خودت به دیدارم میومدی. چرا؟ تا پندی مناسب خلق و خوی خودت میگرفتی. خلق و خوی من چه ربطی به تجارت داره؟ داره. من اگر خلق و خوی تو را میدیدم میگفتم آهن ذخیره کنی که با این همه حرصی که در تو هست سالها بمونه و باد و آفتاب در اون اثر نکنه. برو و خسارت تو از حرص و طمع بی پایانت بگیر.